به عنوان یه عینکی همیشه 3 تا سوال موقع تمیز کردن عینک طبی برام پیش میاد. 1. از چه دستمالی برای تمیز کردن عدسی‌های عینکم استفاده کنم که عدسیام خش نیفته و در عین حال کاملا تمیز بشه؟ 2. از چه شوینده‌هایی استفاده کنم که چربی زدایی کنه از عدسی در عین حال که به عدسی آسیب نرسونه و عدسی رو طی مرور زمان کدر و غیر قابل استفاده نکنه؟ و 3. چه شوینده هایی اگر استفاده کنم باعث میشه که عینکم سریع از بین بره و غیر قابل استفاده بشه؟ تا آخر این ویدیو قرار به این 3 تا سوال پاسخ بدیم. سلام رفقا، من علی عابدی ام و اینجا حافظ اپتیک. امیدوارم که عالی باشی. معمولا این بزرگترین مشکل و چالش ما عینکی هاست و اون چیزیه که اکثر افراد فکر میکنن لطیفترین چیزیه که میتونن تو خونشون برای تمیز کردن عدسی عینکشون پیدا کنن. اما این دستمال کاغذی که الان جر شد یکی از معضلات تمیز کردن عینکه. شما به ظاهر میبینید که این دستمال لطیفه اما دارای یه سری ریسپورزه که یکیش افتاد ولی دارای یه سری ریسپورزه که این ریسپورز ها با سایش روی عدسی باعث میشه که لایه های ضد خش و غبارروبی و اون لایه های هایدروفوبیک و آبگریز عدسی به مرور از بین برن و عدسیتون کدر بشه. پس اولین کاری که برای انتخاب دستمال تمیز کردن عینک، دستمال برای تمیز کردن عینکتون انتخاب میکنید این باشه که سمت دستمال کاغذی و هر دستمالی که دارای پورز هست نرید. بهترین دستمال هایی که حالت نانو داره و داخل تمامی عینک سازی های ایران میتونید پیداشون کنید. این دستمال هم برای تمیز کردن سطوح حساس مثل صفحه تلویزیون مناسبن و هم برای عینک هایی که عدسی های فوق العاده و گرونی دارن که میتونید از این دستمالا برای تمیز کردن عینکتون استفاده کنید. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که همه ما میدونیم این دستمال ها بهترین مدل دستمال برای تمیز کردن عینکه. نکته‌ای که باعث میشه که من تو حافظ اپتیک بهتون بگم که براتون یک تغییر ایجاد بکنه نحوه استفاده از این دستماله. اینو خیلی‌ها بلد نیستن. مثلا همین دستمالا تاریخ انقضا داره. کی میفهمیم دستمال دیگه به درد نمیخوره؟ وقتی روش پرز میشه و دیگه از بین میره. دیگه نباید از این دستمال استفاده کنی. بعد یک نمونه دیگه شو، یه دونه نوشو بخری و دوباره از اون استفاده کنی. دوم، نحوه تمیز کردنه. اینو خیلی‌ها بلد نیستن. نحوه تمیز کردن اینه که دستمال شما اینطوری، حالا تو ویدیو داری میبینی، بین دستت قرار میدی، عینک رو داخل دستت میگیری و به شکل دایره گونه دور عدسی میکشی تا آروم. ببین فشار نباید بیاری، انقدر باید دستمال تو بکشی که آروم میبینی که تمیز شد. نیاز به هیچ شوینده‌ای هم نداشت چون عدسی من هایدروفوبیک بود. حالا راجع به لایه ها و کوتینگ های عدسی یه ویدیو جدا براتون میسازم و تو اونجا بهتون میگم چه عدسی بخرید که راحت تمیز بشه، چه تو عینک آفتابی و چه تو عینک طبی. نکته بعد اینه که حتما خیالتون رو راحت کنید که دستمالتون تمیز باشه. خیلی‌ها میرن هزینه میکنن یه دستمال عینک خوب میخرن اما این دستمال مثلا از دستشون میفته رو زمین. خب خاک رو زمین، خاک میگیره عینک، ولی فکر میکنن هنوز به درد میخوره. شروع میکنن کشیدن روی عینک و عینکشون رو تمیز میکنن. اون تیکه های غباری که به دستمال چسبیده همین جوری روی سطح عدسی برای خودش میرقصه و کیف میکنه و سطح عینکتون رو خشخشی میکنه. اون موقع به خودت میگی با من که از دستمال عینک استفاده کردم، چرا عینکم خش افتاد؟ چون دستمالت کثیف بود باعث شد که عینکت هم کثیف بشه. پس موقع استفاده از دستمال عینک حواست به این ریزکاری‌ها باشه. حالا یه موقع است که انقدر که این عدسی چربه با دستمال تنها تمیز نمیشه و هنوز وقتی میزنی اینجوری نور تو هم میره چون عدسی چربه. معمولا اینجا دیگه باید از شوینده استفاده کنیم. خیلی‌ها پناه میبرن به شیشه پاکن، بعضیا پناه میبرن به الکل چون چربی زدای خیلی قویه، ولی استفاده از هر دوی اینا اشتباهه چون بعضی از لایه ها و کوتینگ های عدسی ماهیتاً چربن و اگر چربی زدا بهشون بزنید این لایه ها از بین میره و عدسیتون زودتر خش میفته و یا زودتر کدر میشه. بهترین راهکار و بهترین جایگزین استفاده از اسپری های نانو برای تمیز کردن عدسی های حساس
و سطوح حساس مثل عدسی عینک، صفحه تلویزیون یا صفحه گوشی موبایلتونه که ما برند تایسون نانوشو داخل سایتمون موجود کردید که میتونید برید ببینید و ازش خریداری کنید. این تایسون های نانو باعث میشه که هم راحت‌تر عینکتون تمیز بشه و به خاطر پوشش نانویی که ایجاد میکنه باعث میشه که دیرتر هم غبار بگیره و چرب بشه. پس به هیچ عنوان برای انتخاب شوینده از الکل و شیشه پاک‌کن استفاده نکنید. اما یه موقعی که شما میخواید عدسی عینکتون رو تمیز کنید و اسپری تمیز کننده عدسی عینکتون تموم شده، اون موقع باید چی کار کنید؟ اون موقع شما میتونید از مایع دستشویی استفاده کنید، نه مایع ظرفشویی یا مایع دستشویی. چرا من رو مایع دستشویی بودن بیشتر تاکید دارم تا مایع ظرفشویی؟ چون مایع ظرفشویی کارش جدا کردن چربی‌های سرسخت ظروف غذاخوریه، اما مایع دستشویی برای چربی پوست دست و لطافت پوست دست ساخته شده و با اون هماهنگ و چربی زدای قوی نداره که به عدسی عینک آسیب بزنه. اما باز اگر نظر منو میخواید تا میشه از این اسپری های استاندارد استفاده کنید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. من علی عابدی ام و اینجا حافظ اپتیک. اگر دوست دارید از من علی عابدی و فروشگاه حافظ اپتیک عینک خریداری کنید، میتونید به وبسایت حافظ اپتیک که انواع مدل ها، حتی این اسپری ها و حتی این دستمال های تمیز کننده مخصوص عینک رو توش داره سر بزنید و اونجا از سایتمون خرید کنید، یا از پیج اینستاگرام حافظ اپتیک که بهترین و چالشی ترین ویدیوها رو براتون میسازیم و اونجا عینک ها رو طور دیگه معرفی میکنیم. میتونید به اونجا هم سر بزنید. در نهایت اگر هم اصفهان ساکن هستید میتونید به شکل حضوری به آدرسی که داخل صفحه الان دارید میتونید سر بزنید و از ما عینک خریداری کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لطفاً لایک، سابسکرایب و انتشار این ویدیو برای حمایت از ما فراموشتون نشه. خیلی مخلص.